متحد حضور دارد. غضنفر بانک در ماه مارچ سال 2009 در پایتخت کشور کابل، افغانستان تأسیس گردید و از همان ابتدا تعهد خود را بر اساس اعتماد، شفافیت و ارائه خدمات نوین بانکی بنیان گذاشت. دیدگاه ما: نامور شدن با ارائه عالی‌ترین خدمات بانکی، همکار پیشگام و ماندگار برای رشد و توسعه اقتصاد افغانستان. تعهد ما: تبدیل شدن به یک بانک مردمی قابل اعتماد، کارآمد، پژوهش محور و بازار محور. ما تنها یک بانک نیستیم، ما تسهیلگر دسترسی مشتریان و فرصت‌های مالی، تجاری و توسعه‌ای هستیم. از بانکداری انفرادی تا شرکتی، از خدمات بانکداری اسلامی تا انتقالات بین المللی، غضنفر بانک راه حل‌های آینده‌نگر و متناسب با نیازهای مشتری را با رویکرد عالی ارائه می‌نماید. ارزش‌های بنیادی ما: پاسخگویی، عدالت، شفافیت، مسئولیت پذیری، صداقت. با 17 نمایندگی فعال، بیش از 1200 کانتر خدماتی و با بیش از 500 کارمند حرفه‌ای، غضنفر بانک در سراسر افغانستان حضور دارد. این حضور تنها گسترده نیست، بلکه عمیق، معتبر و اثرگذار است. در همکاری با نهادهای بین المللی، غضنفر بانک به خط حیاتی مالی در بخش بشردوستانه مبدل گردیده است. با انتقال بیش از 100 میلیون دلار جهت حمایت بیش از 1 میلیون خانواده، ما به عنوان یک مجرای مطمئن برای کمک‌های مالی سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی در سراسر کشور، حتی در مناطق دورافتاده و آسیب‌پذیر، خدمات بانکی را ارائه نموده‌ایم. دسترسی مالی ما فراتر از مرزهاست. از طریق روابط مستحکم، کارگزاری بانکی بانک‌های معتبر در آسیا، خاورمیانه و اروپا، غضنفر بانک نقش فعال در اتصال افغانستان با نظام مالی جهان را ایفا می‌نماید. با همکاری‌های استراتژیک با نهادهای چون مؤسسه مالی بین المللی یعنی IFC، بنیاد تضمین اعتبار افغانستان یعنی ACGF و نهاد مالی انکشافی ایالات متحده یعنی DFC، ما در حال ایجاد ظرفیت، تحکیم اعتماد و فراهمسازی بستر رشد پایدار در سکتور مالی کشور هستیم. بانک ما متعهد بر رعایت کامل معیارات بین المللی تطبیق یعنی کامپلاینس می باشد و با ترویج فرهنگ بانکی مبتنی بر صداقت، شفافیت و بهبود مستمر، فعالیت‌های بانکی خود را بر اساس بهترین پالیسی‌ها و رویه‌های جهانی تطبیق می نماییم. کارکردهای ما در سطح ملی و بین المللی مورد تقدیر و حمایت قرار گرفته است. جوایز همچون بهترین بانک سال 2025 در افغانستان از سوی مجله مالی جهانی نیوجرسی ایالات متحده آمریکا، خدمات مشتریان، بانکداری اسلامی و توانمندسازی بانوان و همچنین سرمایه‌گذاری مؤثر بر ظرفیت‌سازی منابع انسانی نمایانگر تعهد ما و پیشرفت است. پیشرفت با تکنولوژی محرک اصلی پیشرفت ماست. از بانکداری دیجیتالی تا نوآوری‌های مشتری محور، غضنفر بانک در حال باز تعریف مفهوم دسترسی به خدمات مالی دیجیتالی در یک دنیای رو به تحول است. در غضنفر بانک ما نه تنها وجوه مالی را مدیریت نمی‌کنیم، بلکه امید را می‌پرورانیم. آرمان‌ها را توان